شباتون بخیر باشه. مرتضی هستم. امروز میخوایم یه ولاگ رانندگی بگیریم از شهرسوار زیبا به سلیمان آباد. الان هم کهرمندی شهرسوار هستیم، حوالی جاده طیب محله خوبارنزگاه. دور برگردون رو برگردیم بریم به سمت سلیمان آباد. امروز میخوام برم چهارشنبه بازار سلیمان آباد رو براتون فیلم بگیرم. گفتم جاده رو دوباره براتون تا کشکو که قبلا گرفتم، الان دیگه میریم سمت سلیمان آباد. بعدش اینجا هم که دوره خوبارنزگاه هم دوره برگردون شاسی بلند اون نزنه. امروز چهارشنبه 14 آبان 1404. من گفتم مرتضام. ساعتم 8:37. ساعت شیفت بودم برم براتون بازارم بگیرم، چون کم پیش بیاد چهارشنبه صبح بتونم ولی برم. این جاده طرف 2000 میره زنگیشا محله. باشه میتونم تو زنگیشا محله هست. اینجام که ورودی طیب محله. بریم چهارشنبه بازار سلیمان آباد. چه خبره؟ ما بچه بودیم با بابامون میرفتیم، البته تابستونا بیشتر میرفتیم با عید. عمده بازار سلیمان آباد عمده هم که نباشه، بخش یه قابل توجهش خانم‌های روستایی هستن که دوغ و ماست و این محصولات لبنی میان میفروشن. تابستونا اینجوری بود. پاییز رو یادم نمیاد اومده باشم یا نه. چهارشنبه مدرسه داشتیم. یادم نمیاد چی جوری بود اوضاعه. بریم با هم ببینیم، به بازارگردی هم کنیم. یه سلام ویژم خدمت همشهریای گل خودم میکنم، شهرسواریای دوست داشتنی که قوانین رو رعایت میکنن. همه هم هرس نمیکنه. شهرسوار برخلاف رشت تقریبا 7:30-8 میبینین کسب و کارها همه شروع به کار کردن. نمایشگاه ماشین مثلا چه با 8 صبح باز میشه. کارواش مثلا 8 صبح باز داشت، 4 تا ماشین داشت میشست. صبح زود شروع میشه. رشت اینجوری نیست. البته رشت اونورم یه خورده دیر میرن. شهرسوار 9-10 یا آخرش پای زمستون بازم صبح زود میان. مختص این شهر این صبح روز زود هم نیست، ولی خب به حال تایم اداری میشه. بلاک شهرسوار هم که 72 دال، 82 تا و 92 دال. این جاده 100 سال میخوان یه خورده عریضش کنن. بچگی یادمه طرح عریض سازی اجرا بشه. چون بولوارم نداره خیلی خطرناکه. چند روز پیش رفتم بلاگ قدم زدن تو شهرسوارم براتون گرفتم، هنوز نذاشتمش. فکر کنم 1-2 هفته طول بکشه.
خواستیم بریم تو پلیلیست شهسوار نگاه کنید. یه رانندگی هم از میدون هفته تیر گرفتم تا جاده لاتک. همشهری راهنما میزنه گرچه دیر. اونم دوست داشتین نگاه کنین، لینکش اگه یادم باشه براتون میذارم. آهنگو کم یارو کامنت گذاشته بود که نوشته ولاگ رانندگی از فلانجا تا فلانجا. کامنت نوشته که این که همش جاده شد. نوشتم ولاگ رانندگی میشه، انتظار چی داری دوش؟ آشپزی کنم دوش. رانندگیه، جاده. همین جاده الان نمیدونم چه تاریخی داری نگاه میکنی. مثلا 10 سال دیگه خاطره انگیزه. تغییرات این جاده فیلم نمی‌کنه تغییر کنه. 100 سال دیگه مثلا دیگه تغییر میکنه ان شاءالله. اینجا رو عریض کردم، تا بولوار زدم. یه ماشین کم بود اینجوری که نه، از اون که جاده همینجوری بود. الان جاده ماشین تعدادش زیاد شده، مردم هم همه عجله دارن. گواهینامه گرمی کیلویی همینجا نه درگیری شده. بچه‌های شهسوار همه راهنما میزنن، مثلا پرچم تکون میده بالا هست. این آشونه هرچی اونا چیز کرده خانم شست برد. من داشتیم تعریف الان یکی کامل میذاره حق با هم بود. نگاه نگرد این رو نگاه کنین فیلمو. مثلا این سمت رو نگاه نکرد ماشین میدونه. کدوی مشکی شهر کدو داره من اولین بار میبینیم. اینجا هم زنگشاه محله روستا حساب میشه دیگه. برای من یه خورده تعریف شهر و روستا یه خورده با هم ناآشناست. سمتم میره سمت گلیجان، یعنی فری داره دست راست. مثلا پلاک این ماشین رو بادیم دیشب مثل که نشتارو تصادف شده بود. ما بیمارستان شیک بودیم، میگفتن سنشون کم هم بوده، 2 نفر بوده، یکی مثل که سرش قطع شده اصلا. و آشناهاشون بستگانشون میومدن حالشون خوب نبوده، اونم صحنه رو دیدن چی بهشون گفتن درست اونا رو نیاوردن، ولی بستگانشون میوردن بیمارستان ما که حالشون بد شده. خدا رو شکر خودت رفت. اون چه ماشینی صندلی باشه ماسک یه چیز گذاشته، شب مردم میترسن. اینم نعبه وانت بچه های شهسوار. در مورد این جاده اطلاعات خاصی به ذهنم نمیاد جز همون 10 ساله میخوان عریضش کنن. چون فکر کنم سیف محلی یا سیف کلایه باید باشه، یه پمپ بنزینی داره اینجا. دوستان پرسیده بود، فکر کنم اسمش آقا محمد بود اگه اشتباه نکنم،
رنجبر فامیلشون. اینم سیفکلای پامبنزین سیفکلای. پرسید که شهسوار چرا به پایتخت پرتغال و مرکبات شده؟ الان دست راست و چپ رو میبینین؟ چپ رو الان اینا مثلا راه هرچی به دامنه نزدیکتر میشین باز بیشتره، یعنی مرکبات همشون پرتغال و این خاکش نمیدونم چی جوریه، پرتغالش شیرین و آبدار میشه. من کم دیدم آفت بگیره، حتی مثلا دارش نمیدونم پرتغال دیدین سیاه بشه. با اینکه سمپاشی هم حالا معمولا من ندیدم سمپاشی هم بکنن، میکنن اگه نباشه. اما آشناهامون چی داشته اصلا باغ ول بود، حتی مثلا زیرش هم هرس نمیکنم، فقط مثلا قرارداد میبندم میاد پرتغال یارو میچینه افشاره معمولا، یا مثلا همون زیرم جمع میکنه حتی پرتغالای پوسیده. نگهداری خاصی هم نمیکنه، این خاکش اینجوری به مرکبات خوب جواب میده. بعد مثلا تامسون های خیلی بزرگ یا مثلا محلی های کوچیک شیرین آبدار، مثلا یه پرتقال مثلا نه یه لیوان ولی نصف لیوان آب میده و شیرینه، قنده، ترش نمیشه. خونی داره، خونی های محلی خوشمزه. نرم بابا. بعد نمیدونم شما تجربه داشتین، اینم میدون کشکوه، از رود رسید. اینم میدون کشکو، سمت چپ میره به 2000 و 3000، راستم که میره به سلیمان آباد. این بر روستاهای خیلی قشنگی داره، حالا اسمشون حضور ذهن ندارم. از راننده نیسانی این سمتی کلا فاصله بگیریم، شرایط نمیخوام. من بیام مجبور نشن ترمز دارم. مثلا اون لاینه خلاصه این که کبود کلایه. آخرین باری که این رفتم و یادم نمیاد راستش، یادم نمیاد چه تاریخ، 10 سال اخیر فکر کنم نباشه. شاید خنده‌دار باشه براتون، باشه فرمونم نشستم توی من اونجا عجله داشت، برو دیگه. این پلی داره مثل پلش غریب بود. دیفالتش همون 10 سال پیش بود که من رد شدم این ولی از این بره به چیزم راه داره، سلیمان آباد به شیرود و کتالوم و رامسر و دسته چپ شرک صنعتیه، روستایی داشت اسمشون یادم، یه های محبی نامیه، سفال سازی داره. اشتباه آقای این سمتی باید بریم، شهر سفال. چرا اونا دارن رو بای میشن؟
فال شمال این وری سمت اشتباه این محبی اگه فامیلش اشتباه نکنم یه بار رفتیم ما. من نیدم، من بیست ماشین جلویی میفهمم، دقت نکردم. نداره رنگم نزدم، یعنی این بر مواظب باشه. سگ شهر شروع شدی، ماشینایی که پارک شده چه فهمید. بریم چهارشنبه بازار چه خبره. ما را نزنن فقط به خاطر فیلم برداری. بریم چهارشنبه بازار یادش بخیر. بزرگترم به نظرم شده. بازار چون تقریبا روستایی چونه خیلی میزنن، چیزی که تو ذهنم میاد خریدارا چونه زیاد میزنن. ما یخ‌ها بهش یخ میزنن. نیسان کلا نرمال رانی نمی‌کنه. میدون ما نمیدونم تازه دادم فکر کنم میدون نبود. یکم تغییر کرد. این آشخانم‌های لبنیاتی همش اینجا بودن، دست چپ. بابای ما همجا وسط کرد. هنوز هم هست، تعدادشون کم شد. امیدوارم لذت برده باشید. لایک کامنت فراموش نشه. این چیزو خواستیم که من توضیح ندادم، چیزی هم نمیدونستم راستش. اینجا جا پارک بیاریم برم دور بزنم بیام بالاتر کنم. برم لذت ببرین. چهارشنبه بازار رو احتمال زیاد فیلم بگیرم، دوست داشتین نگاه کنید حتما. ممنون از شما، روزتون هم بخیر باشه. دور بزنید.